زندگی به قول بیدیل صاحب دل نقد هزار آزار است، یعنی پر از گرمی و سردی ها، پر از افتادن و برخاستن ها و طول تاریخ مردم ما بهر رفع خستگی، بهر تامین روزگار پیوسته خود را به کار و کارستان ها زده. گونه گونه هنرهای نازنین دستی، بیت و دو بیتی و رباعی های شفاهی بداهتا ایجاد کرده که از ابتدا نشانرس، هوشمندانه و ماندگار تالیف شده و چون سال 2018 با ابتکار حکومت جمهوری تاجیکستان سال رشد همین هنرها اعلان شده بود، ما این زمان در این مکان با جمع این دوستان نازنین و با حضور مبارک دو نفر دانندگان بسیار خوب همین فن، یکی فرهنگ شناس عبدالفتاح امینزاده و دیگر سراینده ترانه های مردمی از فیلارمونیای دولتی تاجیکستان به نام اکا شریف جوره نوربیبی جوره و تصمیم گرفتیم که بار دیگر قصه هنر و هنرمندی بنماییم در برنامه نوبتی آیین وطنداری، زیرا از پندار ما یک رکن آیین وطنداری دوست داشتن، یاد گرفتن، حفظ کردن، ترغیب کردن آن همین هنرهای اجدادی است و بسیار می‌خواهیم که شما نیز توجه کنید و به آرزو و ارمان خلق هنرمندمان برسید و حکمت اندوخته هنر ایشان را دریابید. بفرمایید. سلامت باشه، سلامت باشه. در ترانه‌ای که پیشنهاد کردند
هم کورپچه قراقی گفتند، هم توقه گلدوزی گفتند و مطمئنم که شما به حیث یک نفر فرهنگ شناس چون سال هنر بود کو به کو، کوچه به کوچه به احترام هنر در جستجوی هنرمند بودید و حتما که اگر توقه گلدوزی به سر نکرده باشید در خانه هنرمند بالای کورپچه قراقی نشستید. قصه کنید. تشکر زیاد. واقعا وقتی که اینجا بانوی هنر نوری بانو درباره هنرهای مردمی عموما سرودهای خلقی را می‌سرایند، پیش از همه گفتنی هستم که خودی سرودهای خلقی یک بخشی هنرهای مردمی است. بله. و محض در سرودهای خلقی تمام جنبه‌های فرهنگ مردمی انعکاس می‌گردد و هر کس نمی‌تواند که را با شنونده رسانیده توانسته باشد و می‌بینیم که بسیار خوب می‌سرایند، آوازشان خسته نباشد. و اینجا مثلا اگر از روبایی که به حیث نقاراتی سرود سراییده میشد، البته انعکاسی هنر و هنرمندی اینجا دیده میشود. چون نزد خان نشستن یا که خان آراستن به خاطر کسی، خود این انانه مردمی ما است که یک شباهت میدهد از فرهنگ و البته وقتی که روی خان است اونجا هنر است. یعنی روی خان هزار نوع طعام‌های لذیذ و بسیار هم با مهارت از جانب مادران و بانوان پخته میشد که اونجا و آراستن یعنی همون دسترخوان هم در همین سال روشی سعی و هنرهای مردمی از جانب کارمندان ما، کارمندان پژوهشگاه علمی تحقیقاتی فرهنگ و اطلاعات، یک قطار سلسله سفرهای خدمتی به شهر و ناحیه‌های گوناگون جمهوری تاجیکستان سفر کرده شد و باید بگیم که همزمان از جانب کارمندان پژوهشگاه ما فهرستی خوراک‌های ملی تأسیس و تهیه شد که با وزارت فرهنگ پیشنهاد شد. اونجا بیش از 200 نوع خوراک‌های ملی و محلی است که در آنجا آورده شده است، شهر و توضیح داده شده است که چگونه است، چگونه پخته می شود، چگونه تهیه می گردد. خب از جانب دیگر اینجا چون سخن درباره توقی می رود، درباره کورپچه قراقی می رود، ما باید بگیم که هنر گلدوزی تاجیکان، هنر قراقدوزی تاجیکان که تاریخ بین‌المللی قدیمه دارد و مردم تمام آرزو، ارمان، اون نیت ها، اون تخیل هایی که در مثلا اندیشه خود داشتن روی اون انعکاس میکنند. در سال رشد سعی و هنرهای مردمی پیوسته درباره توقی هم مقاله و تحقیقات صورت داشتند و البته توجه کارمندان ما موفق شدن که شکل‌های قدیمی توقی، چون امروز اگر اینجا ما نمونه توقی را می‌بینیم که الکی اینجا تا یک اندازه نویگری است در نقش، یعنی دوخته شده مثل که به شکل مدرن پیشنهاد شده است. البته یعنی بانوان ما پیشتر گل‌های نفیس و زیباتر از این داشتند. یعنی وقتی که در توقی می‌دوختند حتما گل انار بود یا دیگر گل‌های بود که واقعا و انعکاس، یعنی رمزی حیات واقعی انسان در اون تجسم می‌یافت. ولی امروز کمی سبکتر است. فکر می‌کنم که ما چندی از فرهنگ خیش، از فرهنگ اصیل خیش البته دورتر مانده بودیم، شاید با همین سبب بود. ولی چون به ناحیه شمس‌دین شاهین سفر کردیم، اونجا نقش‌های قدیمی توقی رو که دوباره احیا کردن بانوان کهنسال ما دریافتیم و جوانان رو آوردن به دختنیان، بسیار زیبا است. از نقطه نظر دیگر چون اینجا سخن درباره کورپچه قراقی می‌رود، باید بگوییم که بغیر از کورپچه دیگر مصنوعاتی دخته‌های قراقی از قبیل مثلا کرته‌های زیبای عروسی قراقی است، گهواره پوش قراقی است، دسترخوان قراقی است که هر کدام رمز و موقع استفاده خود را دارند انعکاس می‌گردد. خب کلمه قراقی گرچند امروز اگر شکل نو گرفته باشد و در منطقه‌های گوناگون جمهوری نام‌های گوناگون دارد، مثلا در وادی رشت میگن که قرمه‌دوزی یا قرمه‌ریزگی، اما وقتی ما با منطقه ختلان میرویم با منطقه سوق میرویم البته میبینیم کلمه قراقی است که شاید کلمه ترکی شده باشد، اما در اشعار حافظ بزرگوار کلمه تیکه‌دوزی است که مثلا این قراقی امروزی ما است. بله. یعنی رمزی قراق اونجا چی است؟ پیوست کردن زندگی، وصل کردن مهر و محبت و همین است که مادران ما با یک نیت‌های خاصه اما آرزوی خود را جمع می‌کردن با فرزند نوزاد خود، مثلا کرته قراقی، گهواره پوش قراقی می‌دوختند. حتی در توی عروسان به خاطر که زندگی آنها وصل باشد، زندگی آنها با هم پیوست باشد، مثل گل‌های قراق همیشه اونجا مثلا رمزهای گوناگون قراقی را در مصنوعات گوناگون از قبیل چادر حتی. خوب چون در ناحیه اسفره بودیم اونجا ما بسیار یک چادر یا که همون دوریایی که امروز اگر گلدوزی شد در اونجا به شکل قراقی دوخته شده بود. یعنی هر کدام در زندگی رمز و موقع خاصه خود را دارد که از جانب علوم ما تا یک اندازه تحقیق شدن، پیشنهاد شدن و فکر میکنم که در این سمت باز ادامه خواهد یافت. بله سلامت باشید. وقتی که سخن درباره سال رشد سیاحی و هنرهای مردمی می رود، ما پیش از همه بگوییم که این آغاز کار است. البته در این سمت کار و فعالیت از جانب نه تنها وزارت فرهنگ، نه تنها از جانب مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر و ناحیه‌ها صورت گیرد، بلکه مثلا کمیته سیاحی نیز
بسیار اقدام نجیب داشت که اینقدر سیاحان خارجی به وطن جلب کرده شدند. ولی دستاوردها به نهایت زیاد بودند. البته دستاوردها زیاد بودند. در این سال البته کتاب‌های زیاد نشر شدند، مقاله‌های زیاد نشر شدند در تمام شهر و ناحیه‌ها، حتی در جماعت‌ها گوشه‌های هنرهای مردمی تأسیس داده شد که فکر میکنم هزاران سیاحان خارجی از هنری والای مردم ما، از هنری والای مادران ما، حتی اون مردان صاحب هنری ما، چه مثلا کندکاری است، چه کلالی است، چه آهنگری است، برخوردار شدند و حتی شاید چی میگن ارمغان های خرد برای خود خریداری کردند. اون نمیدونم نقش های قدیمی ما، اون رمزهای قدیمی ما را با خود بردند و معرفی کردند در جهان. حتی باعث خوشنودی است که محض در همین سال با تشبوسی به واسطه اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پیشنهاد شدن نامیناسیون چکان به فهرست بین‌المللی یونسکو و از جانب مثلا سازمان بانفوذ پذیرفته شدن چکان در سطح جهانی فکر می‌کنم که دستاورد بزرگی سال بود. و باید بگویم که چون از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان نامیناسیون چکان به یونسکو پیشنهاد میشید، بنده در این گروه کاری شامل بودم. از جانب یک گروه عالمان مثلا پژوهشگاه علمی تحقیقاتی فرهنگ و اطلاعات همین تهیه نامیناسیون آماده گردید. اونجا با رهبری استاد دلشاد رحیمی و بنده اینچنین خالدمراد ظفر که اون نامیناسیون را آماده کردیم، پیشنهاد کردیم. در جلسه 13 که در جمهوری ماوری که صورت گرفت با یک شکوه و شهامت خاصه تجدید شد. خوب استقبال کردند، دستگیری کردند، چون از نوارهایی که در شبکه‌های اجتماعی پخش شدند اعتراف کردند. می‌بینید که خودی کاتب کمیسیون امون بین‌المللی یونسکو در نزد سوزنی‌های چکان دوخته شده مردم تاجیک اومده عکس برداری کرد و اعتراف کرد، بسیار قدردانی کرد که مردم تاجیک چگونه از صنعت والا دارد. فکر می‌کنم که دستاورد بزرگی سال رشد سیاحت و هنرهای مردمی بود. شاعری هنرمند و وصف کننده هنر این سعیدای نصفی بودند که حالا میخواهم یک غزل شاعری را برای شما بخوانم. در عهد ما رواج به عهد هنر نماند، امروز آبروی به لعل و گوهر نماند. پروانه رفت
نشأه پرید و قدح شکست. از شم یادگار به جز چشمی تر نماند. از هیچ خانه نبرآمد صدای جود. در روزگار ما زی کریمان اثر نماند. رحمی به ساکنان گلستان کی می کند؟ ای باغبان به مرغ چمن بال و پر نماند. گردون سفله بیهنران را رواج داد. از بس که اعتبار به صاحب هنر نماند. نگریفت خونی ناحق پروانه شمع را. فیض به گریه شب و آهی سحر نماند. رفتند سیدا به صد افسوس اهل جاه. بر سر از این کلاه به جز دردی سر نماند. سلامت بخیر. سلامت بخیر. سیدای بزرگ بیتی هم دارد که میگوید در زمان ما سخن قدری ندارد سیدا. این گوهر زین پیش در گنجینه ها نایاب بود. و او زمان سیدا بود که نه سخن قدر داشت نه هنر. اما شکرانه دوران استقلال که هنر ما در حال رشد است. همین طورانه بسیار میخواهیم که شما قصه هنرهای مردمی رو کنید که با شرافت آن همین سال هنرهای زندانی بودند که وارسته شدند. هنرهایی بودند که مثل که از یادها رفته بودند اما جان تازه یافتند. البته بسیار درست قید کردید. فکر میکنم که اون آرزوی نهفته سیدای نصفی امروز بار آورد. بله. و امروز هنری مردم تاجیک وارث یافت که دوباره قدرشناسی شود. بله. بسیار خوب است و امسال با تشبوس اعلان گردیدن سال همچون سال رشد سیاه هنرهای مردمی یک قطار هنرهایی بودند که دوباره احیا گردیدند. بله. مثلا بعضی هنرهایی هست که امروز طلبات جامعه شاید به آنها نمانده است و محض همین سال بود که آنها رو دوباره احیا کردند. یعنی که اگر طلبات مردم هم که نباشد بایستی که احیا شوند، نباید که محو شوند. همین طورنه واقعا برای ارج گذاشتن به فرهنگ نیاگان خویش باید که احیا شوند. بله. البته اگر پیش راهی در آمدن بعضی مصنوعاتی که صفتا پس هستند و از دیگر ممالک دنیا وارد تاجیکستان میشوند پیش راهشان تا اندازه گرفته شود، من فکر میکنم که هنرهای نوفته ما دوباره احیا میشوند. خب امروز اگر در مورد کلالی حرف زنیم میبینیم که در گوشه و کنار جمهور البته دوباره احیا شد، گرچند که امروز با مصنوعات کلالی مثل که نیاز نیاز نیست. چون که اگر ما درباره مثلا چایجوش یا آب دسته هایی که از نمیدونم از چین یا از دیگر مملکت ها چی با نرخ پست وارد میشوند بسیار دسترس است که در هر خاندان هست. بله. اما پیشتر کوزه های زیبایی بودند که برای مثلا دستشویی و برای آب جوشاندن و دیگر چیزها از جانب صاحب هنران آماده می‌گردند. ولی اگر چند امسال در سال رشد سیاه و هنرهای مردمی نمونه آنها احیا شده باشد، کلالان توانستند که شاید در شکل ارمغان آنها را آماده کردند. بسیار خوب. چون به نزدیکی ما در ناحیه اصفهان بودیم، هنرمند از دهه دوردست از وروخ البته همون خاک کلالی رو دسترس کرده در همون آثارخانه مرکزی ناحیه ارمغان‌های خرد کلالی رو آماده کرده ایستاده است. گفتیم که سبب چی است؟ گفتند که ما قالب آماده میکنیم، چون در آثارخانه ما هست، قالبش آماده میکنیم شاید آینده احیا شود. چون محصولات کلالی در جمهوری ما دسترس است. امروز در قسم زیادی مملکت البته خاک کلالی وجود دارد و منفعت آور هم است. منفعت آور است. بسیار فایده آور است. مثلا در تابستان و زمستان خود کلال خصوصیت دارد که آب رو مثلا در فصل تابستان سلخی نگاه می‌دارد، در فصل زمستان تا چند مدت تا چند ساعت میتواند که گرم نگاه دارد. چون در ظرف اگر مثلا پلاستماسی که امروز آماده کردند زود یا سرد میشود یا در تابستان گرم میشود که این باعثی چی است. البته پیش روی آنها گرفته شود. فکر میکنم که اونم دسترس است، نرخی ارزان آماده میشود. امروز قوه برق هست که مثلا همون دستگاه چرخاندازی کلاهگران رو آسان کرده است. یعنی دشواری نداریم، البته فقط احیا کردن در کار. هنری آهنگری هم گرچند که تنها در یک منطقه خرد یا در یک دایره خرد تا امروز عمل میکرد. مثلا در بسیار منطقه وقتی ما میرویم به ناحیه‌های گوناگون جمهوری، وقتی با آهنگران میخوایم صحبت کنیم، آهنگران ما اکثرا تنها به
پیوست کردن اسباب‌های آهنی شکسته مشغولند، خودشون رو آهنگر میگویند، ولی با تاریخ اونها میپرسیم میگن که ما اینقدر چیزهای مردمی رو میساختیم ولی امروز نیاز نیست. ولی خوشبختانه در سال رشد و هنرهای مردمی دکان‌های آنها احیا شد، چون آنها از سپردن حق درآمد از حق مثلا انداز از درآمد ایلاوگی آزاد شدند، دوباره احیا کردند، دوباره اون مثلا کلند بود یا شاخی بود یا دیگر در آهنگرخانه کار جوش میزند. در همه منطقه در همه ناحیه‌های جمهوری علاقه می‌بینیم که آهنگران آزاد فعالیت میکنند و درآمد خوبی به دست میارند و مطمئنم که در آینده هم چون آنها از حق درآمد ایلاوگی آزاد شدند شاگرد آماده میکنند، این پیشه البته ادامه می‌یابد. در قطار این بسیار هنرهایی بودند که در سال رشد سیاسی و هنرهای مردمی احیا شدند. احیا شدن آنها شاید حاضر چندان فعال نباشد، اما فکر میکنم که در آینده چون وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان، حکومت جمهوری تاجیکستان، کمیته رشد سیاسی و هنرهای مردمی مثلا تصمیم می‌گرفتند که همین انانه رو برای من بعد هم ادامه بدهند، فکر میکنم که دیگر هنرها هم احیا میشوند و فعال میشوند. بله کوش که اینجا هنرمند نور بیبی نه فقط با ترانه‌های مردمی به استقبال بیننده آمدن، به استقبال ما آمدن، همچنان که با خود نمونه از هنرهای زنانه آوردن، مونند به یک گلدسته بسیار خوشرو و خوشبو. هنر خود شما باشد یا هنر مادر نازنین، چون گمان میکنیم که حتما که دختر هنر رو از مادر میآموزد. البته هر یک مادر به یک نیت، به یک مهربانی، به یک مهر و محبت برای فرزند یک میانبند، یک طاقی، یک دسترخوان قراقی میدوزد. من همین میانبند رو من باور کنید از همین درون صندوق خودم آوردم. این از همون شویی چند ساله باشد؟ ممکن که یکون 3 ساله باشد. را مادرم به یک نیت برای دخترشون، بله. هر یک دخترشون دختگی بودن که پگه هم یک تشون فرزنددار می شود و به یک امیده که فرزندشون پسر باشد، اگر داماد باشد، اگر بله. برای می دامادی فرزند. من در اینجا باز رومالچه هایی که از متاهای پیشتره، بله، همش از متاهایی که پیشتره، این را باور کنید ما دخترکای یوش بودیم، در صحرا کار میکردیم و در همین پیشین 1 ساعت 1.5 ساعت که ما با وقت میدادن، وقت استراحت، باور کنید همراه خودمون همین خیلی متاهایی که مادرمون کرته میدوختن برای ما و از همون متاها میمان و ما همون رو انا خیلی بوریشته میبافتید. البته بوریشته میبافتیم، با من خیلی با تنگجو آرام میدادیم. بین خود مسابقه میکردید. من ایناش باشد باور کنید مایده این حاضر در بازارها که بسیار است، لیکن این خیلی به فکرم حاضر نیست. اگر یکون توی باشد داماد، از پشتی داماد چقدر دوستان داماد می آیند شهبچو، من حاضر بازارها با که تیار است تحفه میکنه. ما همه وقتا خودمان میدوختیم. این چخیل گویم همین دختگی خودم است، همین صندوقم آوردم. خوش به حالتان. اگر نصیب باشد که فرزند رو خانه‌دار کردیم، من باز همون رفیقای پسرم و شهبچو با امیر تحفه میکنم. بله، سلامت باشه. زنده باشید. بوریشچه من برای عروسا میدوزن، برای نو خانه‌دارا میدوزن. اینجا بوریشچه است. این هنر رو هم میتونید؟ البته این همش نیگنجو هنرها همین وقتی یوشی بود است، وقتی جوانی بود است، میخواه حاضرم هست، لیکن بسیارتر که تیار هست، چخیل که عادت کردیم تیار بمی خود رو مثل که غم نمیدیم. این هم میانبند برای همین دامادو، هر یک مادر به یک نیت و به یک آرزوی برای فرزندش همین خیلی گلدوزی کرده میدوختن. خوش به حال مادر که البته به شما هنر یاد دادن و خوش به حال شما که هنوزم حفظ کرده. این چادرهای کلان بالای تخت مونده هم میکنن، اما این گلدوزی نیست. این هم یک نمودی هنر است. حاضر در همین شرایط که با ماشین درزوزی بسیارتر حاضر همین رو میدوزن. بله بله. سلامت باشه. رحمتی مادرم که بسیار هنرمند بودن، خدا رحمتشان کنه، همه هنر رو از دست مادر عزیز یاد گرفتگی است. بله بله، سلامت باشید. با احترام مادر، با احترام واقعا مادران هنرمند، پس بفرمایید باز یک ترانه مردمی. سلامت باشید.
اومدت گردم هیلاله قد و قامتت گردم هیلاله اومدت گردم هیلاله قد و قامتت گردم هیلاله تو یارکی من باشی هیلاله از اومدنات گردم هیلاله تو یارکی من باشی هیلاله از اومدنات گردم هیلاله از بالا آب می آید هیلاله بوی پلو می آید هیلاله از بالا آب می آید هیلاله بوی پلو می آید هیلاله دروازه را وا کنید هیلاله یارکی من می آید هیلاله دروازه را وا کنید هیلاله یارکی من می آید هیلاله چشم سیاهی زاغد هیلاله مادر نبیند داغد هیلاله چشم سیاهی زاغد هیلاله مادر نبیند داغد هیلاله مادر بیند نبیند هیلاله عاشق نبیند داغد هیلاله مادر بیند نبیند هیلاله عاشق نبیند داغد هیلاله عاشق نبیند داغد هیلاله عاشق نبیند داغد هیلاله سلامت باشید سلامت باشید واقعا چون سخن از هنر است و از هنرمنده مثل که لاله‌زار است آخر فضای ان همین نشستی ما از نگاه شما هنرهای مردمی محل دارند؟ البته مکانی سبزیدنی هنر مکانی مخصوصی هنرمند است یعنی هنرمند هنر رو تولید میکنه مثل که قلبی هنرمند است هر کس چون اینجا سخن درباره اون سوزنی که برای دیوار است برای چادر بله. اریسون است سخن رفت اونجا گفتیم که مثلا با اصول یرمدوزی که امروز پاپوری میگویند با ماشینه مثلا اگر چه صورت گرفته است اونجا تخیلی هنرمند است که اون گل باید که بله. در بله، ذهنش بله. نقش بندد و بعد روی اون بیارد البته این نقش هنرمند است اما در مجموع هنر موقع معین یا خود محلی معین دارد مثلا وقتی سخن درباره آهنگری می رود ما به واسطه با کل مردم هنرمند وقتی صحبت می شویم میگویند که یا از ناحیه سرافشان هستند یا خود از ناحیه اشت یعنی به عقیده این مردم گویا پیرانی هنرمند یا کهنسالان اصیل هنرمند از همون منطقه اول اوج گرفت و به دیگر جاها رفت اما در هر منطقه با تخیل خود امروز رواج یافته است امروز پنگ گشته است و وسیع است همین هنر بله. اما وقتی سخن درباره چکن می رود ما به واسطه منطقه خطلان ولایت خطلان رو بله. منطقه کلوب ولایت خطلان بله، رو پیش بله، نظر بله، میریم بله. چون محض با نام چکن در همون موضع یا در همون منطقه معلوم و مشهور است و مثل که شایسته فقط در همون مکان حفظ شده البته بله. اما وقتی که حجت آماده میکردیم و به یونسکو پیشنهاد میکردیم باید ما موقع گسترشش یا موقع پنجشنبه اون زیادتر باشد که اونجا قبول کنند که از نام بله. یک ملت پیشنهاد میشود چی باید کرد اما نوعهای دیگری چکن رو ما در دیگر منطقه‌های جمهوری میبینیم مثلا در وادی رشت اصطلاح گلدوزی است بله 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 خب در وادی ایسار هم وقتی ما با وادی زرافشان میریم اونجا کلمه‌های سوزنی است که همش رو سوزنی میگن چه با سوزن دخته میشود کلمه سوزنی است پس هیئت گروه کاری به خلاصه اومدن که باید یک اصطلاحی باشد که در همه جا معمول باشد از همین سبب اون رو نام گذاشتیم صنعت گلدوزی چکن یعنی اینجا هم کلمه گلدوزی است هم صنعت است هم چکن و برای همین موقع معین البته محلی معین البته هنر دارد اما رفته رفته آمیزش می‌یابد گسترش می‌یابد پهن می‌شود در منطقه‌های گوناگون و باعث استفاده بری می‌شود و امروز که ما در یک جامعه حضور داریم که جامعه مثلا واسطه‌های کمیونیکاسیونی بین زیاد هستند امروز اویلادار کردن فرزندان از یک منطقه به منطقه دیگر از ولایت دیگر به ولایت دیگر البته
انانه گشته است که در و دانشگاه هنر هم کوچ میبندد. البته هنر، بله. عرف و عادت، انانه و همه جا کوچ میبندد. بله. امروز ما میبینیم که بانوی فرض کردیم بدخشانی در منطقه ختلان چکن میدوزد، یا برعکس میبینیم که ختلانی میرود در این کدام ناحیه ولایت سوخت یک هنری اونها رو قروق دوزه یا هنری اونها رو اطلس میتند بله. و بینید که لکه پهن میشود و سه میشود. و اینجا چون سخن حافظه خوشاواز در موردی اون رومالچه دوزی گفتن که مادر آموختند، البته خودی هنر یک جریانی به خود خاص دارد که اون رو میگن مکتب استاد شاگرد. بله. یعنی این چگونه مکتب است؟ مکتبی است که مادر به دختر میآموزد، یعنی دختر از مادرش میآموزد، پسر از پدرش میآموزد، به همین اصول انتقال مییابد، ادامه مییابد این یا نوع هنر. بله. و از طرف دیگر مکتبی تربیوی از هنر. اینجا گفتن که رومالچه میدوختن برای رفیقای داماد. این چی معنی داشت؟ یعنی اگر دختری که مخصوص روی مالچه‌های شالداره که مخصوص با دست تنیده شده است توسط نمیدونم کورجاک میگفتن یا که دیگر چیز یا با اون سلسله های زیبا نقش می‌بست، اگر همین چیز نمیبود تا اندازه در اندیشه مردم عروس بی‌هنریش انعکاس می‌گردید. یعنی به فرزند تلقین می‌کردن که عروس شدن نداشت. البته به فرزند تلقین می‌کردن که البته دخترم خودت برای خودت رومالچه نمیدونم 50 تا آماده می‌کرد، 20 تا آماده می‌کرد، حتما خودت بکن. یعنی وای باید این مکتب رو آموزد، از خود کند. یا خود برای شوهر حتما رومال میان میدوختن که اون میان بند مردمی تاجیک بود که این نشانه مردی او رو نشان میداد که اون رو یا گلدوزی میشد در منطقه دیگر یا مثلا شالدوزی میشد یا دیگر حتما باید که خودی عروس آماده میکرد که مهارتی او باید که انعکاس شود در نزد مردم که هنرمند است یا نه. ببینید که چقدر هنر دایره وسیع دارد. مکتبی اجتماعی رو میماند که برای تربیت نسل نوین سهم دارد. مثل که هنر در مرحله های تاریخی بار اجتماع رو به دوش داشته است. همین طور نه؟ واقعا هم بله. حیات تمام مردم توسط هنر انعکاس می‌گردد. بله. توسط فرهنگ انعکاس می‌گردد. یعنی ببینید زندگی چگونه پیوسته است. وقتی ما جشن عروسی میگیم در دوره او چقدر کسب هنرها موجود است. صنعت گلدوزی است، صنعت نمیدونم پخت و پز است، یا صنعتی سرایندگی و نوازندگی است که در داخل اون باید توام اجرا گردد. زن‌های هزاران زن‌های دایره نواز سرودخوان میان مردم هستند که محض در سال سیاحی رشد سیاحی و هنرهای مردمی دوباره آنها را در فهرست هنرمندان وارد کردیم. هنر ایشان کشف کردید و معرفی کردید. البته آنها نه در یگان بله کلوب یا دسته‌های هنری شامل هستند. بله شامل هستند، اما میان مردم دایره نوازی میکنند، در بزم نشست‌های زنانه دعوت میشن. به همین مانند مردایی هستند که هنرهای زیاد دارند که بله دوباره مثلا اونها نامشون در روی خطی زرین شد. فکر میکنم که البته زرین است که اونها چون در میان مردم حتی به جهانیون معرفی میشن. بله سلامت باشید. من با آقای نوربیبی سوال داشتم. چون سال 2018 سال هنرهای مردمی بود، شما که همچون سراینده سرودهای مردمی بودید، باز چی سرود قدیمه کشف کردید یا سرودید؟ سرودهای خلقی، سرودهای مردمی خیلی زیادن. اگر همین من فکر میکنم که کفتکوف کنیم، اگر در هر یک من توقیبه یک سرود خلقی هست، یا طبق به یک سرود خلقی هست، یا دمره به یک سرود خلقی هست. یک سرود چند گونه بله اگر کفتکوف کنیم در تمام چیز سرودهای خلقی ما بسیار داریم. مثلا در کوزه چه در برومه آبی وطن میبرومه، یا اینکه در طبق، یا اینکه برای من برای بانوهای زیبا که همین زیره های خوشروی آماده میکنن، یک سرودی زیره یار تایر کرده هستم، حضور پیشکش شما میگردونم. و باز یک سرودی ریزم نمت ریزمه در مابین نمتان گل میریزمه. این سرودهای قدیمه تاجیکی هستند. واسه برای شما همین زیره یار رو پیشکش میکنم. بفرمایید. خیالم خیره یار، جانم تو بیا، جانم تو بیا، خوش و خیالم خیره یار.
کشوم یکا یکا گشتن کد در گوشه بام مردم ششتن کد در گوشه بام مردم ششتایی من صد کشوم دو چشم ابروی سیاد زیرا زیرا یاد زیرا زیرا یاد برگکی زیرا زیرا یاد جانم تو بیا جانم تو بیا خوش و خیالم خیره یاد ای یارکی جان به تو جهان را چی کنم به تو گل سرخی ارغوان را چی کنم به تو گل سرخی ارغوان بسیاره دل میل تو دارد دیگران را چی کنم زیرا زیرا یار زیرا زیرا یار برگکی زیرا زیرا یار جانم تو بیا جانم تو بیا خوش و خیالم خیره یار جانم تو بیا جانم تو بیا خوش و خیالم خیره یار زحمت باشه. در دایره تطبیق اقدام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان وقتی که برای سال 2018 اعلان شدن سال رشد سیاحی و هنرهای مردمی برای احیا گردیدن و رشد هنرهای مردمی البته ما شاهدی آن بودیم که در بسیار شهر و ناحیه‌های ما مکتب‌های بسیاری هنرمندی تشکیل یافتند و آنها فعالیت خودشان آغاز کردند و بله. چکلی استاد اینجا قید نمودن با اصول عنعنوی و ملی ما یعنی که با اصول شاگردی استادی و شاگردی شاگردان رو بسیار تیار کردن و این برای رشد و نموی این بسیار یک تاثیر خوب رساند و باز دیگر عامل هایی که از جانب پرزیدنت محترم ما برای رشد هنرهای مردمی بود این سبکی دادن به انمون صاحبکاران هنرمندان یعنی دادن قرض های امتیازناک بود و بله. برای آن نفران که مال های نیاز مردم تیار میکردند از شاهد اون بودیم که وقتی این مال ها در خانه ها تیار میشد از انداز آزاد بودند اینها هم برای رشد نموی همین هنرهای مردمی بسیار باید دادند یک تاثیر مثبت رساندند اکنجا باز در باره چکن که وقت سخن رفت سخنهای خوب گفتیم چکن یکی از بخشی هنرهای خاصه همه گلدوزی می باشد که در تمام ممالک در تمام شهر و ناحیه های ما قلمرو جمهوری ما کرته چکن چون رمزی لباس مردمی ما در خانه ها نگاه داشته می شود و در چی در مجلس های عنعنوی باشد معرکه های عنعنوی باشد یا که دولتی باشد یا که یک چهاربینی های حکومتی باشد ما میبینیم که دختران ما زنهای ما با لباس چکن می نشینند این یک نشانه از سطح دانش و ذوق زیبا پرستی بله. زنهای هنرمند ما رو در اینجا افاده می سازد. البته طول هر یک سفر مادرانی که در آن دیوتها ما وا میخوریم میگن که مینداری ما رو به مثال خودی جنابی عالی رسانید ما طریق مثال کتاب ها مقاله های خود را که در کتاب ها چاپ می شود می نویسیم اما طریق تلویزیون به همان مادران گفتنی هستم که امروز مینداری آنها را به خودی سرور دولت می رسانم که امسال را بخصوص سال رشد سیاحی و هنرهای مردمی اعلان کردند و هنرهای آنها دوباره از نو موقع خود را یافت و احیا گشتند. سال 2018 که اعلان گردید هنرهای مردمی ما هم از فرصت استفاده برده همین زنای خونشینه به کار دعوت کردیم دختر کار با پخت پز با چکندوزی با پاپوردوزی شاگردان بسیار در شهرک من 4 تا ارتلی هستند و همونجا دختر کار رفته آموختیستند. از جانب حکومت یک وعده داشتیم بینای جمعیتی که در اونجا بود اون بینو رو به ما سپاریدن اون رو هم به سیخ دوزندگی مبدل گردونده باز یک 10 نفر زنی خانشین رو به کار دائمی تامین کردیم هنر آموختیم هنرهای مردمی رو احیا کردیم. چکن
این لباس ملی قدیمه ما بسیار خوشرو زیبنده با دخترای با زنای تاجیکای ما با دخترای تاجیکای ما که همین سال مردم پوشیدن گل شکفتن. من حاضر ما از طریق نلگون دیدیم که سواردسکای ما همین خیل وای کاستومی وای که رمزی چکن ما هست. برای که دولت‌های خارجی با وایای میبینن میفهمن که ما تاجیکیم چه خیل ما نقش نگاری اصلی داریم. اکن مردم ما میدونن که ما با فرهنگمون با لباسمون مردم ما میشناسن. بله سلامت باشید. مادر شما از همین هنرهای قدیمه یا پدر شما از همین هنرهای مردانه قدیمه تاجیکانه آگاه بودن یا نه؟ آگاه بودن. همه همینا دامه من در نوحه سینو تمام نوشتم. من همه هنرهایی که قدیمه که در خانه دارم همینا رو به معرض تماشابین میبرم. خانه خودم رنگی موزه همه چیزای قدیمه. از هر کجا جمع کرده؟ این نوحه فیض‌آباد که مادر من بود همینا جمع کردم. من دختری که اینجا بودم همش من با مون. من هیچ کس من ندادم. حاضر خونم با سر اصلی ها من مشک مرجون و چیکی باشه چخ دیگه چخ دو تخبوش همش من با همه از مادر به شما مون. من از فرصت مناسب استفاده برده همه تاجیکستانی ها را بیرون ای مردم تبریک به مبارکباد گفته در سال میلادی که سالی نو است به همشون آرزوی نیک تمنا دارم. سلامت باشید. سلامت باشید. سال 2018 که از طرف پیشوای ملت سال رشد سیاحی و هنرهای مردمی اعلان گردید، در اینجا یادآور شدن نه تنها هنرها بلکه هنرمندانی که بودند و امروز آنها معرفی گشتند، از هنر آنها مردم آگاه گشت و این چنین در برابر این همون سیاح‌های خارجی که به تاجیکستان میاند و از وطن عزیز ما دیدن میکنند با تاریخ و فرهنگ و تمدن ما آشنا شدند. و من در اینجا چنین میگم که ما گفتم میتوانم که ما جوانان کوشش میکنیم که از فضای آرام و آسوده وطن، از همین آبادی و آسودگی الهام گرفته، نه تنها امروز که مثلا چکن رو معرفی کردن، دیگر هنرهای ملی رو، دیگر صنعت رو، حتی همون تاریخ و فرهنگ خود رو معرفی میکنه که مردم تاجیک، ملت تاجیک از زمان قدیم همین خیلی تاریخ و فرهنگ داشتن، امروز هم دارن و آینده باقی خواهد ماند. سلامت باشید. ما میتوانیم گفتن که هنرهای مردمی ما به فرهنگ جهانی حتما چیز زم میکند یا زم کرده است یا این مهم نیست چیز زم کرد یا نکرد؟ البته طبق کنونسیون یونسکو که سال 2003 اونجا تأسیس یافتگی است درباره حفظ میراث فرهنگ غیر مادی و البته برنامه دولتی است که برای سال 2013-2020 میراث فرهنگ غیر مادی حفظ و نگهداری آن. باید بگویم که البته یک از مقصدهای اساسی جامعه جهانی ربط و رابطه یافتن فرهنگ‌های یکدیگر است. یعنی باید دولت با دولت دیگر رابطه مناسبت داشته باشد. ولی سبب اساسی چی است که عنصر فرهنگی رو در اونجا از نام دولت ثبت میکنند؟ البته همون نامیناسیون مشترک هم داریم. وقتی سخن درباره نامیناسی 6 مقام می رود اونجا ما می‌بینیم که ما در جمهوری همسایان جمهوری ازبکستان یک جای ثبت نام شده ایم. اما وقتی ما چکن میگیم صرف مال تاجیکی است. بله. و مقصد اساسی همون جامعه جهانی مخصوصا همون خودی کارگاه یونسکو از چی عبارت است؟ اونجا مقصد اساسی اون است که باید بدونن که مال کدام ملت است و بگذار در دیگر در تمام دنیا اعتراف شود، قبول شود، آن رو استفاده برند، اما پیروی بنمایند اما از خود نکنند، اما دانند که این مال کی است. بله بله. و در این روند سرچشمه‌اش کجاست؟ البته سرچشمه‌اش کجاست و در این روند البته گروه کاری ما بسیار نمونه‌های هنری دیگر است که الکی برای سالهای آینده باید پیشنهاد کنیم و یونسکو هم نمیتواند که همه سالا تا 10-15 نامگوی این یا آن هنر رو در آنجا ثبت نام کند. البته دشوار است، حتی تهیه حجت‌ها، آماده کردن حجت‌ها برای پیشنهاد کردن ثبت نام کردن باور کنانیدن دشوار است، خیلی دشوار است
و ما میدونیم که سال قبل از جانب هنرمند مشهور روز فیلیپ کیرکوروف یک جورابی بسیار با نقش‌های قدیمه گویا با ماکسیم گالکین تحفه کرده شد و اونجا پیشنهاد که گویا خاله‌اش دختر باشد و با او تحفه کرد و چقدر بحث‌های سامانه‌های اجتماعی رو به میان آورد، چون که او جوراب البته جورابی پامیری مردمی توجیه بود، جوراب بدخشانی جوراب بدخشانی که اون نقشه مخصوصی بدخشان در اونجا انعکاس می‌شد و برای همین هم مقصد اساسی جامعه جهانی مخصوصا یونسکو در همین است که باید که حق به حقدار برسد. بله. و البته دیگر عنصرهای فرهنگی هم اینجا پیوسته انشالله که در آینده ثبت نام میشوند، مخصوصا برای سالهای آینده ما هنری ابربندی، متاحهای ابربندی توجیک البته حتی آدرس رو در نظر دارم برای تهیه و ثبت نام شدن آماده شده است. البته ژانر موسیقی فلک هم از جانب کارشناسان مخصوصا با رهبری فراغت عزیزی پیشنهاد شده است که اونم در نوبت است که خدا خواهد در سال 2019 باید ثبت نام شود. البته اونجا بسیار حجت‌های است که اگر به طلبات همون کنونسیا مطابق نباشد یا برای کارکرد دوباره پس گردانیده می شود و برای سالهای آینده گفتیم که نمینه اطلس و آدرس است و خانه بدخشانی است و جوراب پامیری است و عموما فرهنگ ما خیلی بوی و غنی است که ما میتونیم که برای یک سال تا 10 تا پیشنهاد کنیم. اما اونجا طلبات‌های است که از دولت‌هایی که الکی زیاد ثبت نام شدند در 2 سال یک تا قبول میکنند، اما از دولت‌هایی که حالا کم دارند تنها در یک سال یک نمیناسیا پیشنهاد می شود، در اونجا بررسی می شود. چون که شما اگر در سامانه‌های اجتماعی دیده باشید هنگام ثبت نام شدن چکن چقدر بحث‌ها و تلاش‌ها بود، چقدر جمهوری‌ها اون رو مثلا دستگیری کردند. البته شاید بعضی پونکت‌هایی که اونجا یک بعضی محک‌هایی که بسیار نازکی‌ها داشت، همین عنصر چکن هم مخصوصا در قسمت دومش چون که رهبر گروه گلشاد رحیمی در اونجا به واسطه حضور داشتن گفتند که مشکلی داشتن و دیگرها که دستگیری کردن اون مدیر جان قبول شد و فکر میکنم که چون که برادر گفتند فرهنگ ما در سالهای آینده باز هم زیادتر معرفی میشه در عرصه بین المللی و البته با سالش ما جواب نهایی همین است که شرط و ضرور است که فرهنگ ما چون یک جمهوری کوچک هستیم ولی فرهنگ بسیار بای و غنی داریم، هنری بای و غنی داریم، باید که ثبت نام شود و در جهان معرفی شود که تاجیک کی است و چی هنر دارد. بله سلامت باشد. دیگر کوه ننگ به دوش وارث هنر و هنرمند افتاده است و وقتی که ما از هنری راستین قصه میکنیم و چون راستی رو که زوال نیست حتما که همون گونه که شما گفتید که حق به حق داد میرسد، ما به حق میرسیم، ما هنر خود را به بالا به سعادت خواهیم برد. سلامت باشید. و صحفه های سال 2018 تقویم 2018 قریب همه صحفه های رنگین بودند چون سخن از هنر بود، سال هنر بود، سال سخن بود، سال بزرگداشت بسیار بزرگان بود و انا این صحفه زندگی ما باشد باز هم رنگین تر شد چرا که صحبت ما محتوای صحبت ما ادامه ان همان هنر و هنرمندی بود از آنی که این لحظه با ما بودید و ابراز اندیشه های بسیار بکر بنمودید و بار دیگر قصه هنر رو برای بیننده با لحن دیگر بیان کرده تا هستیم از شما منتظر خواهیم بود. سلامت باشد. بیننده عزیز، واقعا هم از پندار ما انسان و جامعه که به حد خودشناسی و خودآگاهی می رسد و با تفکر نوین ملی مسلح می گردد، باز هم باید که در جلوی شناخت دیگران خیلی جسورانه، هوشمندانه و دانسته گام بردارد. بایستی که با سایر ملل در رابطه های فرهنگی و معنوی قرار بگیرد. باید که با جهان معاصر همصدا و همنوا باشد، اما هر جا که باشد و هرگاه که باشد باید که اصالت ملی خیش را گم نکند. برعکس او تمدن خود را بشناسد، فرهنگ خود را بشناسد، هنر خود را بشناسد، دوست دارد ترغیب بنماید و بسیار میخواهیم که در سال 2019 انا همین حکمت همیشه شعار ما باشد در زندگی و تا باد چنین بادا. دیگر بیننده بسیار هوشمند امان باشید و دور از ملامت.
اشینم شینم یادی گلی لالا کنم اشینم شینم یادی گلی لالا کنم در باغ درام وصفی ترا نالا کنم در باغ درام وصفی ترا نالا کنم آمد و ابرو را پناه کرد کدام ظالم مرا از تو جدا کرد کدام ظالم کدام خانه خرابه درختی غم به پیشی من بپا کرد درختی غم به پیشی من بپا کرد اشینم شینم یادی گلی لالا کنم اشینم شینم یادی گلی لالا کنم در باغ درام وصفی ترا نالا کنم در باغ درام وصفی ترا نالا کنم صدای ناله آمد صدا از دلکی صد پاره آمد مسلمانان ببینید ناله یکی صدای عاشقی بیچاره آمد صدای عاشقی بیچاره آمد اشینم شینم